یک کسی که زیاد مریض شد در روز قیامت میگه خدا نی تو مقام برش میده. همین مردمایی که در دنیا مریض نشدن میگه این چی کار است؟ این چی مقام بالا را گرفته ای؟ میگه این اونمون نفر است که در دنیا هر دقیقه مریض میشد. همین نفرای جور آرزو میکنه خدایا کاش که در دنیا سر ما تو تکلیف میامد این تو مریض بشین گوشتای ما قیچی میکرد مردم. قیچی میکرد که ما میگه مقام میگرفتیم. مقامات کمالات ای بسا اوقات سر امتحانا میباشه. کتابای عرفان نوشته میکنه بسا اوقات انسان در مقام به اعمال نمیرسه، به تکلیف میرسه، امتحان سخت مصیبت آمد بس آمنا سلمنا این بوردی بس خدا مقامت بلند میکنه. الله از پشت خوشحال میشه چقدر خوب بنده دارم، اولادش گرفتم، اولیش گرفتم، جانش گرفتم، فامیلش گرفتم، این سیکو چقدر عبادتی مرا دیگر ترک نمیکنه. بازم الله میگوید، بازم میگوید که انا لله و انا الیه راجعون. باز سیکو که خدا چقدر در دنیا عاجلیک برات نشان میده سهولت‌ها را، در آخرت هم کارت برابر میشه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک میفرماد میگه همیشه میبینی یک مسلمان سرش امتحان میه، مرد هر روز سرش تکلیف است، هر روز بیچاره فقیر، بیچارگی، مریض، پیسه، بی پیسگی، فقارت، غریبی، هر روز در غم گرفتار است. با یک روز سعی کنی که خودش مریض، دیگر روز می اولادش شهید شد، مریض شد، دیگر روز می که کشت زراعتش خدا گرفت. میگه اینمی امتحانات سری بنده می باشه در دنیا. بعضی اوقات خدا بعضی بنده شهید تو امتحان میکنه، در مالش امتحان میکنه، پیسیش میگیره، زمینش میگیره، حاصلاتش نمیشه، شالیش نمیشه، گندمش نمیشه، باغاش سقوط میکنه، تجارت و دکانداریش مکمل صفر میشود، سیلاب سرش میاد، زلزله سرش میاد، لیکن چیست؟ صابر هست. می فیصله خداوند از قناعت دارم. اینمی امتحانات باعث میشود وقتی که میگه اینمی بنده در روز قیامت به الله تبارک و تعالی روبرو میشود، میگه صفا ستره از گناه میباشه. میگه امی گناه هایی که در دنیا ازش شده توسط اونمو تکالیف و مصیبت و امتحاناتی که بالای ازی آمده، الله توسط اونم امتحان کلگیش برش معاف میکنه، مغفرت صفا ستره از گناه میشود. سعی کنین این کدام بنده را گفته که سرش مصیبت میاد صبر میکنه؟ یه دونه که مصیبت میاد دیگه خب باز مسجدت ترک کو، نمازخوانی را ترک کو، وز نه فایده نکد. والا می نمازخوانیم تاوان میکنه. ما که نمازیات نمازخوانی چی کدم یک تکر میبینیم، او خدا تو را انصاف بده، قیمی عقیده چتل چی میگن؟ والا من می کارهای دین زیاد بکنم تاوان میکنم. و بزرگوار کار دینه که کردی تاوان که میکنی امتحان خداوند است. بیشتر گفتم که چقدر ایمانت راسخ شد امتحان سرت میاد.